پول تو جیبت نیست، کفشات پاره است، یه روز در میون داری قسم میخوری که از فردا پس انداز میکنی. خب بیا ببین کجا گند زدی. این 7 اشتباه مالی رو یا ترک میکنی یا ادامه بده به بی پولی با افتخار. سلام به همگی. به اولین ویدیو این کانال خوش آمدید. اینجا 7 نکته است. امروز میخوایم درباره 7 اشتباه مالی بزرگ صحبت کنیم که ممکنه بدون اینکه بدونید حتی سرمایه‌تون رو نابود کنن. آیا شما مرتکب این اشتباهات میشید؟ تا پایان ویدیو با من همراه باشید. جوری پول رو خرج میکنی انگار قراره فردا انقلاب بشه و پولات باطل بشن. درآمدت کارمندی و خرجات ناصرالدین شاهی، شام بیرونی و قهوه خدا تومنی و گوشی انتومنی، ولی قسطی. کارتتو کردی چوب دستی جادویی، فکر میکنی هر بار کشیدن پول جدید اسپان میشه. سخت در اشتباهی. بودجه بندی؟ فحشه یا چی؟ تازه آخر ماه میفهمی چقدر خرج کردی؟ خسته نباشی دلاور. بابا یا یه دفتر بگیر یا یه اپ نصب کن، بنویس خرجات قراره کجا برن. فردا میبینی حقوقت بدون تا رفته ترکیه و برگشته ها. پس انداز اون فقط تو قصه هاست. یه مریضی کوچیک، یه پنچری ساده ی ماشین تو رو به فنا میده. چرا؟ چون همه چی خرج شده و از پولت فقط خاطره مونده. پس انداز نداشته باشی، باس بری پول قرض بگیری از کی؟ دایی جون. تورم شالله درست میشه بابا. اگه هنوز پولتو میذاری تو حساب جاری و فکر میکنی امنه، سخت در اشتباهی. تورم داره جیبتو نقره داغ میکنه، تو هنوز داری باش صلح میکنی. تبلیغو که دیدی عقلت پرید؟ دیدی گفتن این اسپری بزن مغناطیس پول میشه، تو رفتی خریدی الان مغناطیس قرض شدی. بابا هرچی تو تبلیغه براتو نیست که. گول نخور دادا. نه سواد مالی نه سواد احساسی. سواد مالی یعنی بدونی با پولت چی کار میکنی، نه اینکه هرچی چش گفت دل گفت چی بتم بگی چشم قربان. نخونده نپرسیده فقط خرج کردی. تو هنوز فرق سود ساده با سود مرکب رو نمیدونی، بعد توقع داری بیل گیتس چی؟ رفیق دیدی فلانی ماشین گرفت رفت ترکیه، آیفون خرید، ساعت خرید، کوفت خرید، زهرمار خرید، تو هم گفتی خب منم واسه بخرم آبروم میره. نه عزیز، آبرو وقتی میره ته ماه با 30 تومن تو جیب دنبال نون قسطی بگردی. مقایسه با بقیه همون مقایسه اندامت با فیلتر اینستاست. هر دوش دروغه و گرون. با زندگی خودت حساب کن، نه زندگی قرضی بقیه. رسیدیم به پایان ویدیو. دیدی چیا رو خراب کردی؟ حالا که فهمیدی یه لایک بنداز که بدونم تنها نیستم. سابسکرایب هم بزنی. من قول نمیدم پول داری، ولی حداقل میفهمی کجاها گند زدی. اگه ویدیو رو دوست داشتی به دوستاتم بفرست. بای بای.